فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده به نام یاسر از تهران تماس گرفتن، گفتن که ما قبلا گفتم من شافعی هستم، قبلا به زیارت قبور میرفتن، زیارت قبور صالح‌ها و اولیان و امام مصطفی، ما گفتن که اشکال نداره و شما میگین که اشکال داره. و اگر ایشون واقعا شافعی بودن، من اینو نمیپذیرم که یک عالم شافعی این فتوا رو بده که اونم منظور زیارت قبوری که به اصطلاح شرکی هست. زیارت قبور به این معنی که بروید سر قبرستان یا برای اون بنده یعنی مرده دعا بکنید، طلب استغفار بکنید برای مرده و بدین خاطر که شما خودتون بیاد مرگ بیفتید، این زیارت شرعی هست، مشروع هست، سنت هست و همه انسان ها باید برن. اگر اینو گفتند علمای شافعی، این فتوا رو دادن، این کار رو انجام دادید، بازم انجام بدید، یک کار مشروع و سنتی است. و در هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت، اهم از حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، در هیچ یک از این مذاهب ما نداریم که زیارت بدعی رو انجام بدن. یعنی اینکه برید سر قبرستان و از صاحب اون قبر طلب حاجت بکنید یا توسل بکنید، تبرک بکنید. این موارد بدعی هست و هیچ یک از مذاهب اسلامی اینو قبول ندارن. بالفرض اگر یکی از افرادی که منسوب به شافعی هستند این فتوا رو دادن، مطمئن باشید که شافعی نبوده و صوفی مسلک بوده که کاری به مذهب شافعی نداره. شافعی بودن یعنی این که شما نگاه بکنید آیا این فتوا رو امام شافعی در کتاب‌های خودش داده که قطعاً چنین چیزی وجود نداره که ترغیب کرده باشن برای تبرک جستن از قبر یا طلب شفاعت از قبر یا طلب نیاز کردن از قبر. چنین چیزی در اقوال امام شافعی رحمت الله علیه وجود نداره. و اگر بالفرض هم کسی رفته باشه این کار رو انجام داده باشه، طلب حاجتی از قبر کرده باشه، بر اساس نادانی هیچ مشکلی نیست، اون توبه کرده و سلام اون گذشته است، یک گناهی است که انجام داده بوده و بر اساس یک نوع تعویل بوده و ان شاء الله الله تعالی اونو معاف بکنه. و اگر سفر برای قبر بود، بعضی میخوان زیارت قبر نیت سنت یا به نحو سنت انجام بدن، یعنی زیارت قبر یعنی سفر جایز نیست که شما از اینجا همون قبرستان محلتون که میخواید بروید در اونجا بروید و زیارت بکنید، دعا بکنید برای مردگان خودتون، یا حتی مثلا هر جای دیگه میشه دعا کرد. اما اگر کسی رفت سر قبرستان بازم در اونجا دعا کرد برای مردش، هیچ گونه اشکالی نداره، یا برود برای اینکه تذکری برای به اصطلاح خودش باشه که بیاد مرگ باشه. اما سفر کردن که رخت سفر را ببندند به عنوان این که برن به زیارت فلان قبر، این چیز در شریعت اسلامی هیچ گونه اصلی رو نداره و جایز نیست.